ملت ایران ملت بزرگی است. ایران کشور قوی و پهناوری است. ایران دارای تمدن کهنی است. ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکاست. اینی که ایران رو کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، این یکی از اون مهملگویی های غلطی است که یقینا مایه استهزاء افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی، و امیدواریم خدای متعال این ملت رو در زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بداره. امام و بزرگوار رو درجاتش عالی کنه و حضرت بقیت الله ارواحنا فدا رو از این ملت راضی و خوشنود کنه و کمک اون بزرگوار پشتیبان این ملت باشه.